درود بر شما. حالتون چطوره؟ امروز براتون یه داستان ترسناک آوردم. داستان که نه، یه پرونده ترسناک. این داستان واقعی مربوط میشه به یه رستوران چینی تو دهه 1990. یه رستوران کوچیک که مردم محلی عاشق غذاهای مخصوصش بودن. اما چند وقت بعد پلیس فهمید مردم تو این رستوران به جای گوشت انسان میخوردن. مالک رستوران و همدستانش چندین نفر رو به قتل رسوندن و گوشت قربانی ها رو تو غذاهاشون میریختن و به مشتری ها میدادن. این پرونده خیلی سریع رسانه‌ای شد و همه رو شوکه کرد. نظر من راجع به این پرونده، راستش وقتی این داستان رو خوندم واقعا حالم به هم اینکه یه آدم میتونه بدون کوچکترین احساس یه نفر رو به قتل برسونه و گوشتش رو تو رستوران بپزه و بده به مردم، آدم میترسونه و موهای آدم رو سیخ میکنه. شما اگه میفهمید که یه رستورانی هر روز غذاش رو میخوردید چنین رازی داشته باشه چیکار میکردید؟ میموندین امتحان کنین یا فرار میکردین؟ تو کامنت ها بهم بگین، میخوام بدونم شجاعترین بیننده کانالم کیه. تا یه پرونده واقعی و یه داستان مرموز. فعلا خدا نگهدار شما.